سلام و درود بیننده‌های عزیز و مهربان. در این اوان می‌خواستم درباره تاریخ و معنای پرچم کمی حرف بزنم. چون به ما معلوم است در تاجیکستان پرچم را از 4 واژه استفاده می‌کنند. واژه یکم فلاگ روسی که میگیم از کلمه گلندی گلگ است، یعنی در زبان روسی هم فلاگ خطاست و هم گلندی است، چون میگن خسرو رو خسرف، پیرو رو پیرف، فلاگ رو فلاگ، هلندی رو گلندی. دوم معنای که به ما معلوم است بیرق، یعنی از کلمه ترکی بیرق. و سومین کلمه که ما استفاده میبریم حتی امروز در تمام زبان و ادبیات استفاده میبرند پرچم است، از واژه پر یعنی بال و چم یعنی کج شده کشید آویزان. و در سعودی قدیم هم به مانند دومیگو و کاکل هم آمده است. و چهارم نامی که ما استفاده میبریم این دورفش است. دورفش یعنی همان درودی که ما میگوییم، همان یعنی بالگری که داری همان را آویزان